چیزی که در قلمرو تاجیکستان قرقیزستان یعنی که میتونه که استفادهشون بره، ولی قلمرو از جمهوری تاجیکستان باقی خواهد ماند. قرقیزستان میتونه ای چیزای انشاءاتی که در ما هست ای اونو استفاده برن که قلمرو از تاجیکستان هست. خب تمام انشاءاتی که جمهوری تاجیکستان در قلمرو جمهوری قرقیزستان دارد ابدا و دائما از طرف تاجیکستان استفاده میشوند. ما در اونجا هیچی نداریم، یعنی که خوب دقت دهید از طرف تاجیکستان در اونجا چیزی باشد یعنی که میشود، ولی زمین ها قلمرو جمهوری قرقیزستان باقی میماند. همون 210,000 یعنی که باز هم در خدمت همونا قرار میگیرد و اینجاست که اونها راضی اند و خوشنودند از آنچه که کثیف یتیم الله لعنت کنه گوری معلم ستار در بگیره با این فرزند زندگی به ایمان تولد کردگیش که و این وضعیت ها ملت آوردن رساندن. و فراموش نکنید که واروخ و چارکوه